چطور شخصیت جذابی داشته باشیم؟ شاید سوال شما هم باشه. همه دوست داریم شخصیت جذابی داشته باشیم. زمانی که جذاب باشیم همه دوست دارن که با ما ارتباط برقرار کنن. زمانی که بتونیم ارتباطات خوبی با دیگران برقرار کنیم احساس رضایتی از زندگیمون خواهیم داشت. اینکه تا الان در برخورد با دیگران چگونه برخورد میکردید مهم نیست. مهم اینه که برای اینکه شخصیت جذابی داشته باشید از امروز سعی کنید برخورد با دیگران کارهایی انجام بدین که در ادامه برای شما میگیم. پس اگر دوست دارید شخصیت جذابی داشته باشید با من عباس نیازی مدیر سایت و کانال میوه زندگی همراه باشید تا با هم روش‌های داشتن شخصیت جذابا بررسی کنیم. قسمت اول، گوش بدید. هرچی در مورد مهارت گوش کردن در ارتباط حرف بزنیم بازم کمه. مهارت گوش کردن مهارتیه که امروز به شدت فراموش شده. ما بیشتر عادت کردیم حرف بزنیم تا گوش بدیم. از امروز سعی کنید مهارت گوش دادن فعال تو خودتون تقویت کنید. برای اینکه بتونید گوش کننده خوبی باشید سعی کنید با تمام حواستون به فرد مقابل گوش بدید. با پاسخهای کوتاه نشون بدید که تمام محتوای صحبت‌های اونا دارین گوش میدید. جالبه بدونید که مهارت گوش دادن یکی از مهمترین مهارت‌های برقراری ارتباط در جلسه مشاوره برای مشاورانه. یادتون نره شخصیت جذاب بیشتر از اونی که بخواد حرف بزنه گوش میده. اگر میخواید بیشتر در مورد مهارت گوش دادن یاد بگیرید میتونید به ویدئویی که داخل آپارات و یا داخل سایت ما قرار گرفته مراجعه کنید. قسمت دوم، صادق و رو راست باشید. سعی نکنید کسی رو گول بزنید. صداقت اصل اساسی برقراری رابطه است. اگه میخوای رابطه طولانی مدتی با دیگران داشته باشی حتما باید صداقت داشته باشید. شاید کسی با چرب زبونی و گول زدن بتونه برای مدت محدودی توجه دیگران رو جلب کنه، ولی به زودی مطمئن باشید دستش رو میشه. باید یاد بگیرید که همیشه حقیقت رو به دیگران بگید. یادتون باشه بین صداقت و بی‌ادب بودن تفاوت بسیار زیادی وجود داره. مثلا شاید دوست شما ازتون بپرسه که پیرنی که خریدم به نظر چطوره؟ شما میتونید دو تا جواب بدید. یکی این که رنگش خیلی مزخرف و اصلا بهت نمیاد، برو پس بده. دوم میتونید بگید که خوبه ولی رنگ آبی روشن فکر میکنم بیشتر به پوستت میاد. چقدر تفاوت بین دو تا بیان بود. هر دوتا از نگاهی صادقانه بود، ولی یادتون باشه صداقت باید همراه با رعایت ادب باشه. پس از امروز یاد بگیرید در بیان صادقانه نظرات خودتون ادب و رعایت کنید تا بتونید فرد جذاب باشید. قسمت سوم، به جای چه چیزی به چگونه ها توجه کنید. که چه چیزی میگید خیلی زیاد اهمیتی نداره، مهم چگونگی بیانشه. لازمه بیشتر به نحوه بیان خودتون توجه کنید. فن ارتباطات تنها صحبت کردن نیست، بلکه باید پیام دو طرفه باشه، یعنی یه فرستنده و یه گیرنده. ممکنه از شما بخواید پیامی به کسی بفرستید، مهم اینه که چطور اونا میفرستید و نفر مقابل نظر شما را متوجه میشه. ممکنه ناخواسته با حرفامون کنایه، سرکوب یا خیلی حرفای دیگه بزنیم چون از معنای پنهان اونا خبر نداریم. باعث کدورت و یا دور شدن دوستامون میشه. سعی کنید از دوستاتون بپرسید آیا واقعا منظور شما رو متوجه شدن. از اونا بخواید زمانی که منظور شما رو متوجه نشدن حتما ازتون بپرسن. قسمت چهارم، حس شوخ طبعی. اگه جایی کار احمقانه، کار اشتباهی انجام دادید خودتون شماتت نکنید. میتونید به کارتون بخندید. حس شوخ طبعی باعث میشه که شخصیت جذابتر و دلنشینتری از خودتون نشون بدید. میتونید از جوک های روزانه‌ای که توی گوشی و یا جایی یادداشت کردید استفاده کنید، ولی یادتون باشه در زمان و مکان درستی از شوخ طبعی خودتون استفاده کنید. بدونید که مرز بسیار کوچکی بین شوخ طبعی و لودگی وجود داره. قسمت پنجم، اشتیاق داشتن. برای هر چیزی اشتیاق نشون بدید. زمانی که خودتون رو مشتاق نشون میدین مردم علاقه دارن در کنار شما باشن. برای اینکه بتونید خودتون مشتاق نشون بدید زمانی که دوستتون در مورد کاری با شما صحبت میکنه به جای اینکه این صورت ثابت و خشکی نشون بدین که هیچ تفاوتی براش نداره سعی کنید اشتیاق در ارتباط با دیگران نشون بدید. یعنی خودتون رو مشتاق به ارتباط برقرار کردن با دیگران نشون بدید. 6. اطمینان به صحبت و عمل کرد. به صحبت و عمل کرد خودتون اطمینان داشته باشید. در مورد چیزی که به اون اطمینان و اعتقاد دارید صحبت کنید. حاضر باشید خطرش رو بپذیرید. این توانایی رو تو خودتون پرورش بدید که اشتباهات خودتون رو قبول کنید، بپذیرید، بدون که نگران باشید که دیگران چه فکر میکنن. 7. دوست داشتن
خودتون رو دوست داشته باشید. زمانی که خودتون و بدنتون رو دوست ندارید چطور میخواید جذاب نشون داده بشید؟ شما چیزی ها به دیگران نشون میدین که اونا باور دارید. سعی کنید خودتون و بدنتون رو با تمام کم و کاستی ها دوست داشته باشید. 8. اعتماد به نفس به جای غرور. اعتماد به نفس خیلی عالیه، باعث میشه که توجه دیگران به سمت شما جلب بشه، ولی باید حواستون باشه اعتماد به نفس ها با غرور و تکبر اشتباه نگیرید. افراد مغرور و خودشیفته فقط خودشون رو قبول دارن، دیگران رو قبول ندارن. توانایی خودشون از همه بالاتر میدونن، ولی افراد با اعتماد به نفس به توانایی خودشون به صورت واقع بینانه باور دارن و نگاه میکنن. برای اینکه به فرد مغرور و خودشیفته تبدیل نشید، سعی کنید هر روز 5 نفر رو به خاطر توانایی‌هایی که دارن تحسین کنید. این افراد میتونن هر کسی باشن، ولی با این تمرین از مغرور شدن دور میشید. ممنون بابت وقتی که گذاشتید.